پادشاه از هر سه وزیر خود تقاضا میکنه که هر کدامش یک بوجی را گرفته و در باغچه‌ای که در قصر وجود داره از اونجا تمام میوه ها را جمع بکنن و به پیش پادشاه بیارن. در ابتدا موضوع به وزیرا گنگ می باشه و واضح نمی باشه. هر سه وزیرا بوجی ها را گرفته به جمع کردن میوه ها میرن و وزیر اولی فکر میکنه که شاید پادشاه اصلا بوجی را نبینه، همین خس و خاشاک و علف و گیاه و اینها را عاجل به بوجی مندازه و سرش بسته میکنه. وزیر دومی هم میوه های خوب و میوه خراب و هر چی به گیرش میآید، هر چی به دسترسش قرار میگیره داخل بوجی مندازه. اما وزیر سومی کوشش میکنه که از بهترین میوه ها بچینه و داخل بوجی بگذاره. فرداش پادشاه هر سه وزیر را طلب میکنه و دستور میده که هر سه وزیر به یک جزیره بسیار دور بر یک ماه برای زندگی کردن باید توجه انتقال داده شوند. پس وزیری که در بوجی خود خس و خاشاک را جمع کرده بود بسیار به مدت کمی 1 الی 2 روز بعد وفات میکنه و از بین میره. اما وزیر دومی که میوه های خوب و خراب را به امرای خود جمع کرده بود تا آخر ماه را بسیار به سختی و مشکل میتونه که خود زنده نگاه بکنه. اما وزیر سومی که بهترین میوه ها را از باغ چیده بود توسط از اون میوه ها تغذیه میکنه خود را و تا آخر ماه را صحت و سالم باقی میمانه. پیام از این داستان است دوستان عزیز و گرامی که زندگی ما و شما در دنیا عین شکل است. خداوند متعال ما را که اختیار کامل داده در دنیا و این به دست خود ما است که ایزم و علف و خس و خاشاک جمع میکنیم یا بهترین ها را میچینیم و اعمال نیک انجام میدیم و اعمال خیر انجام میدیم تا توشه باشد برای ما در آخرت.